الله ما را دوست دیگی. یا الله تا نصف شب کلگی گریه میکرد که یا الله یک چیز میخوایم که تو از ما راضی باشی. یا الله ما در زندان باشیم که تو راضی باشی. یا الله تو در دوستیت ما را قبول بکن. یا الله ما متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. یا الله همین متابعت ما را وقتی که تو گفتی ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما مرا دوست دارین متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطر متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم نام ها سر ما گذاشته شد، در زندان ها برده شدیم، 200 قسم تخریب شدیم، 1000 قسم سر ما تهمت شد، 20,000 قسم سر ما حملات میشه. صرف گناه ما اینمی هست که متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. و یا الله تو گفتی که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، ما اینمی آیت قرآن خواندیم گفتیم که ما متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم یحببکم